خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر اهل اسلام الله هستون کنه ویدیویی که الحال من موندم خیره کردگی بدم برای که او کرد من جنگ مونده بدم یوتیوب سرازو دلیل تک کانال جالب خورد برای همین نمیخوام در کانال با جالب بیاید از شما خواهش میکنم که ذکر پلنی کردگیم کامنتار در تلگرام کانال در اونجا میپرتم بدرین در اونجا تماشاش کنید چی گپای و یا کیها من نمیدونم راستی مهاجران مثلا در وایبرس کار میکنن یعنی میان مثلا جنگ جنجال کردگیان در کپپ زدگیان ایشیشه سبحان الله برادر عزیز چی گفتنی هستم ما هممون کار کنیم برادر عزیز ما همه شما برادرای مهاجر خواهش میکنم نکنین همین جنگ جنجالاتونه بس اسی قدر مثال پرابلم داریم قدر گفتی گپو انا بالای سرمون در مشکلی اومدگی بو میخیزیم در بالای همین قدر مشکلی گفتی گپو با جنگ جنجال میکنیم خیلی دو تا دکمه داره بو این قدر برادر دیگه مهاجر دکمه نداره همش تای گپ میمونن اینها برای همین ترا میبرن اشراف مینویسن روید میکنن اون معلق پاتین دوله و اگون چیزا رو میگیرن دیپورتش میکنن پا پرینسیپ میزنن میره و پشتی اد کس مثال میشم مثال این قدر توجه که دیگه با درد سر گفتی گپو شتا میخره برای همین اشما خواهش میکنم برادر عزیز در نامتون صدقه اومده کار فعالیت کردیم خوش رو گفتی گپو ما به سر بلند خیزیم بزن پیش بزن فرزندامون تاجیکستان مون بریم گفتی گپو پیش پدر و مادرامون گفتی گپو بریم این خوبه برای ما را میایم برای یک میزنیش خدای روز نکرده میایم برای دنیا میگذره کو بعد سروک میگیری بعد اوه میگی کو بعد دیگه فایده نمیکنه ما اکل نمیدونم یا انیق تاجیک هستن تاجیک نیستن در همو خبر ما دیدم میگم مهاجران خیلی میتونن قزاقستان دیگه دولتانی تاجیکستان باشن که بسیار هم چیزی که مونده همین برای همین گفتم یک ویدیو چه پرتو مثال بگم که برادر از احتیاط کنین نکنین همین کاراتونا نکنین جنگ جنجال برادر عزیز در کار نیست بس از که دیگه میگردیم جنگ کردن روز 23 نوامبر روز دیگه کدومی که گراجدانی قبول میکنه تمام باید برای عزت ل خدمت کنه در روسیه قانون جناب پوتین امضا کرد تمام باید برای و این چه دمونیخته خدمت برای ای 23 نوامبر روز کام پاسپورت получат میکنه خدمت کنه دیگه نیست عزت ل میره خدمت میکنه برای این برادر عزیز بدون این ویدیو کدام اینترس در تلگرام کانال بسیار چیزای خوب میبره بدون اینا تماشا کنین و التماس میکنم از شما در نام تو صدقه جنگ جنجال نکنین ما خوب بگردیم گفتگو گپو در اینجا کار کنیم خوب بگردیم در کار نیست ولی همین خیلی خودتون فکراتون در کامنتار بنویسین الله مهربان همه ما رو برای راست برای صراط المستقیم هدایت کنه برادر عزیز در حق ما هم دعاگو باشیم ما هم در حق شما دعاگویم خدای مهربان جنت الفردوس همسایگی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای ما نصیب و روزی گردانه آمین یا رب العالمین و ویدیو اند السلام علیکم و رحمت الله